والدین سبب به هستی آمدن ما فرزندانند. از این است که خداوند نکایی آنها را با توحید خود و شکر آنها را با شکر خود یکجا قرار داده ذکر نموده است. خداوند عزوجل فرموده است: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. برای والدین بال و پر فروتنی را با کمال لطف و مهربانی فرو دار و بگو: پروردگارا، چنانچه پدر و مادرم مرا از خردسالی با مهربانی پروریده به وایه رسانیدند، تو نیز به آنها مهربان باش و آنان را با رحمت خود فرا بگیر. خداوند توانا هر فرزند را سفارش به این کرده است که در معامله با والدین سخنش را سنجیده گوید، هیچ حرف درشتی را در گفتگو با آنها استفاده نبرد، سوی آنها نگاهی تیز و تند نکند. خداوند یکتا فرموده است: وقل لهما قولا کریما. با آنها با نرمی و لطف سخنی نکو بگو. چه بسا فرزندان هستند که با درشتی با والدین حرف میزنند یا با آنان رد و بدل میکنند، دل آنها را آزرده میسازند، کارهایی را که آنان امر میکنند و پسند آنان است اعتبار نداده، بلکه هرچی طبع دل خودشان باشد انجام میدهند، که این همه در شریعت از حقوق یعنی آزار والدین حسابیده می شود و گناه بزرگ است. این فریضه الهی را فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم نیز تأکید نمودند. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کردند که از فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدم: کدام عمل نزد خداوند محبوب ترین است؟ فرمودند: نمازها را در وقتش ادا نمودن. باز پرسیدم: بعد این چی؟ گفتند: نکویی بر والدین. گفتم: سپس چی؟ گفتند: جهاد در راه خداوند. روایت امام بخاری و مسلم. در حدیث دیگر فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم به کسانی که بر والدینشان نکوکارند تحسین گفته دعای نیک نمودند. سهل بن معاذ رضی الله عنه روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: من بر والدیه طوبى له زاد الله فی عمره. رواه الحاکم و الطبرانی. خوش به حال آن نفری که به والدینش نیکی میکند، خداوند عمرش را دراز نماید. روایت امام حاکم و طبرانی. نکویی والدین عمل محبوب خداوند بوده سبب بخشش گناهان میگردد. از امام بزرگوار امام اهل سنت و جماعت احمد ابن حنبل رحمت الله علیه روایت است که گفتند: بر الوالدین کفارة الکبائر. نکویی بر والدین سبب کفاره گناههای کبیره است. نکویی بر والدین سبب می گردد که انسان من بعد از فرزندان خود نکویی و احترام ببیند. حضرت عمر رضی الله عنه فرمودند: بروا آباءکم تبرکم ابناؤکم. به پدر و مادر خود نکویی کنید، فرزندانتان به شما نکویی خواهند کرد.